سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. این جلسه برای گرفتگی گردن و درد گردن، امیدوارم که براتون مفید باشه. یه 20 دقیقه با هم دیگه تمرین خواهیم کرد و اگر براتون مفید بود حتما سابسکرایب کنید چنل منو، لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. اول از همه میخوام ازتون که خیلی راحت و ریلکس بشینید روی پاهاتون. میخوام شروع کنید نفس کشیدن، دم بگیرید 4 ثانیه، 2 ثانیه مکس کنید و 6 ثانیه بازدم. بازدمتون خیلی عمیق تر باشه. اگه به 6 ثانیه هم نکشید سعی کنید عمیق تر از دمتون باشه. چشمای نازنینتون رو ببندید، دم بگیرید و به آرومی از بینی بازدم کنید. دوباره دم بگیرید عمیق، نگه دارید، تلاش کنید تمام اون چالش هایی که توی روز داشتین، افکاری که به سراغتون اومده بود و بازدم به آرومی از بینی عمیق تر. یه دم دیگه و عمیق‌تر و با آرومی بازدم. اگر ذهنتون آروم شد و ریلکس‌تر شدین، میریم برای اینکه شروع کنیم تمرین امروز رو انجام بدیم. امروز به خاطر اینکه همه ماها اکثرا تمام وقتمون رو، یعنی میتونم بگم 80% از زمانمون رو داریم توی گوشی میگذرونیم، برای کارمون، پای لپتاپی، پای سیستمی، برای روزمره‌مون، این که حالا به هر دلیلی سرمون همیشه به سمت پایینه یا حالا خمیده به سمت سیستم هستیم، گردن درد داریم و واقعا کتف و سرشونه‌مون به شدت درد میگیره. ازتون میخوام که دستاتو بکشی به سمت بالا، یک دم عمیق بگیری و با بازدم به سمت پایین 90 درجه دوباره دم، بازدم، دم، بازدم. با هر بازدم دستت خیلی عمیق تر به سمت عقب میره، قفسه سینه‌تو هول میدی به سمت بیرون، دوباره دم و بازدم. 10 تا تکرار که رفتی، توی 10مین تکرار هدفمون آرنجاته، به سمت بیرون کشیده میشه، ستون فقرات صافه، فقط قفسه سینه‌تو هول میدی به سمت بیرون و نگه میداری. شروع کنی نفس کشیدن، دم و بازدم داری، 10 ثانیه به سمت عقب نگه میداری و نفس میکشی. عالی. دستتو میذاری روی سرشونه ها، توی یک خط قرار داره، دست روی سرشونه. گردنتو، گوش راستتو میخوای به سرشونه راستت نزدیک کنی، فاصله گوش و سرشونه‌تو حفظ میکنی برای چپتو و به سمت راست نگه میدارید، سرشونه چپتو به سمت پایین میدی و نفس میکشی. دم و بازدم، عمیق تنفس، از بینی دم و بازدم، 10 تنفس و بعد صاف و بعد جهت مخالف، گوش سمت راست و سرشونه راستتو از هم دور میکنی، با دستت نگه میداری حتما که خیلی نکشش بالا، نگه میداری نزدیک سرشونه چپت میکنی، گوشتو نفس میکشی، دم و بازدم. عالی و رها. بسیار خوب. ازت میخوام که آرنج راستتو بدی به سمت بالا و دستتو ببری پشت کتفت و آرنج چپت به سمت دست چپتو ببری پشت کمرت و بتونی اینا رو به هم دیگه نزدیک کنی تا جایی که میتونی. اگر تونستی از پشت به هم دیگه برسونی، نگه داری. اگرم نه که فقط 10 ثانیه نفس، دم و بازدم، همون جایی که هستی میخوام انجام بدی، نگه داری. آرنج راستتو بکشی به سمت بالا. عالی. و بعد برعکس آرنج چپ کشیده میشه به سمت بالا تا جایی که میتونی میکشی نفس، دم و بازدم هم داری. تو تمام حرکات
مهمه که نفس بکشی. دم و بازدم درست از بینی. عالی. رها کن دستتو به سمت جلو. حالا ازت میخوام که دست راست و دست چپ با هم به سمت جلو کشیده بشه و میخوای بری کتفای تو از دو طرف بگیری و با هر نفس و هر دم و بازدم دستتو بیشتر به سمت کمرت میبری و خودت رو در آغوش میگیری. اینطوری نمیخوام باشی که انگار داری خودتو خفه کنی. سرشونه ها به سمت عقب، هر نفس و هر بازدم دست عقب میره. نفس میکشی، دم و بازدمت رو هم داری. عالی. دست ها به سمت جلو، یک کوچولو استراحت و بعد به سمت مخالف. نفس میکشی، دم و بازدم میکنی. هر بار با هر دم و بازدم دستتو بیشتر به سمت وسط کمرت میبری. خیلی خوب. یه کوچولو که بدنت رهاتر و ریلکس‌تر شد، ازت میخوام که با چونه قرار قبقب درست کنی. بذار من اینو یه کوچولو بدم به سمت کنار که کاملا متوجه بشی. قراره با چونه به سمت گردن نزدیک کنی و انگار میخوای قبقب درست کنی. زاویه یه سمت راست و به سمت زانوی راستت نگاه میکنی. قبقبتو حفظ میکنی. عالی. برمیگردی رو به رو. دوباره قبقبو درست میکنی. به سمت چپ نگاه میکنی. نفس، دم و بازدم. عالی. دقیقا توی ستون فقراتت همین حالا یه احساسی داری. اون خیلی طبیعیه و کاملا داره بین ستون فقراتت یه انگار داره نفس میکشه از گردن تا پایین ترین حالت. حالا ازت میخوام که این قبقبو که درست کردی به سمت پایین نگاه کنی و انگار خیلی بری به سمت پایین، قوز کنی به سمت پایین و قبقبتو حفظ کنی و نفس بکشی. 10 ثانیه میمونی و آروم آروم به سمت بالا برمیگردی. ببینید اگر بخواین یعنی درد شدیدی داشته باشین و احساس تنش زیادی توی کتف و سرشونه هاتون باشه، این 10 ثانیه ها میتونه بیشتر باشه، ولی برای معمولی ترین حالت ممکن برای ریلکس تر باشه کتف و گردنت همون 10 ثانیه کافیه. برای رفتن به عقب اگر بخوای یک دفعه سر رو به سمت عقب بدی، خب گردن ممکنه بگیره و عضلاتش خیلی منقبض بشه. اول ازت میخوام دوباره قبقب کنی، بریم آروم آروم به سمت بالا، کتف سرشونه عقب، دم و بازدم، نفس بکش. واقعا جلوی گردن تحت تأثیر این حرکت قرار میگیره و یک استرچ و یک کششی توی جلوی گردنت هم داری. یعنی 360 درجه گردنت رو امروز تمرین دادی و گرم کردی و توی کشش قرار دادی. خیلی خوب. ازت میخوام که روی شکمت دراز بکشی. تا اینجا با من همراه بودی. بریم برای تمریناتی که قرار روی شکم بخوابی. عالی. روی شکمت میخوابی، دست ها کنار صورتت، سرت نگاه رو به رو. ازت میخوام که سرت بلند نشه ولی دستاتو به سمت بالا. 10 تکرار. با هر دم و بازدم خیلی مهمه نفس کشیدن. نفس بکشی و 10 تکراری که انجام دادی میتونی بعدش 10 تکرار به سمت بالا دستا رو بکشی توی 90 درجه و تا قفسه سینه خودتو به سمت بالا بکشی. عالی. این حرکت هم بسیار بسیار برای سرشونه ها کتفت خیلی خیلی مفیده. توی تمرینات نشسته قبل از اینکه بخوای بری روی شکمت
میتونی زمانی که از قبقب کمک گرفتی، یعنی شونت رو بردی عقب، اگر خیلی خیلی احساس کردی نیاز داری که کشش بیشتری داشته باشی، قبقبه رو به وجود بیاری، به سمت سرشونه دستتو بذاری رو سرشونه چپت و این قبقبه رو حفظ کنی، به سمت راست نگه داری، کشش رو توی گردن سمت چپ و بعد صاف قبقب و چپ رو نزدیک کنی به سرشونه، راست رو دور کنی و این کشش رو به این سمت هم داشته باشی. با این تمرین ها اگر مداوم و به صورت یک روز در میون انجام بدی برای سرشونه ها تو کتفت، بهت قول میدم که خیلی از تنش ها و گرفتگی ها رو توی گردن و سرشونت از بین میبری و دردت کمتر میشه. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و دوستش داشته باشین. اون قلب سفید رو برای من رنگی کنید. نماسته از قلب من به قلب شما.